اگه آدمی هستید که خیلی علاقه‌مند به جستجو، کشف و ماجراجویی دارید، کتاب کیمیاگر نوشته پائولو کوئلیو، داستانی فلسفی و الهام بخشه که به بررسی عمیق مفاهیم رویا، اراده و سرنوشت پرداخته. این کتاب در سال 1988 منتشر شده و یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های جهان تبدیل شده. پائولو کوئلیو با قلمی ساده و روان داستان چوپان اسپانیایی به نام سانتیاگو رو روایت میکنه که در رویای خودش محل گنجی مدفون رو در حوالی اهرام مصر مشاهده میکنه. برای رسیدن به این رویای خودش سفری پرماجرا رو شروع میکنه و در این مسیر با شخصیت‌های مختلفی مثل یک زن کلی، یک پادشاه و یک کیمیاگر آشنا میشه. هر کدوم از این شخصیت‌ها به سانتیاگو در رسیدن به مسیر زندگی، یعنی مسیر اون جستجوی خودش و او رو به سمت کشف شخصی هدایت میکنه. کیمیاگر فقط یک رمان ماجراجویانه نیست، بلکه کتابی که به بررسی عمیق مفاهیم فلسفی و معنوی پرداخته. این کتاب به ما یادآوری میکنه که در زندگی هدفی پر اهمیت برایمون وجود داره، باید به اراده و ایمان دنبال اون هدفمون بریم و هرگز دست از تلاش بر نداریم. خوندن این کتاب به همه علاقه‌مندان به داستان‌های فلسفی و الهام بخش توصیه میکنم. کتاب خوبیه که میتونه به جای خیلی از اون کتاب‌های زرد این کتاب رو بخونید. خیلی قشنگتر، فوق‌العاده‌تر و عالی‌تر.